از کسی نپرس که روزدار هستی یا نه. تو که 11 ماه از اون نپرسیدی که گرسنه هستی یا نه. بله، یکی از حکمتهای روزه این است که انسانهای بای و ثروتمند، انسانهایی که همیشه شکمشون سیر هسته، اونها هم گرسنه شوند و حال کمبغلا را و حال اون مردم گرسنه را خوبتر درک بکنن. پس برادرایی که توان مالی دارند و ثروتمند هستند، یعنی بای هستند، باید این را درک بکنن. باید حالی مردم کمبغل را، حالی مردم گرسنه را باید خوبتر درک بکنن. این ماه مبارک رمضان را غنیمت بدونید برادرای ثروتمند، چون که یک عمل خیری که در این ماه انجام داده می شود اجر و ثوابش دوچنده. و صدقه کردن غضب پروردگار را خاموش میکنه، غضب پروردگار را پست میکنه. ما که از گناه خالی نیستیم. هر یک انسان گناه میکنه، غلط میکنه، لغزش ها هسته. پس وقتی که صدقه میکنه غضب پروردگار پست میشوه، در مالش خداوند برکت میتیه. پس این روزها را غنیمت بدونه و هر قدری که میتوانه صدقه بکنه. صدقه کردن به خاطر اجابت دعا بهترین وسیله است. انسانی که میخواهد دعاش اجابت شود، حاجتی که داره حاجتش روا بشود، صدقه بکنه، صدقه پنهانی، و برو از خداوند بپرسه که ای الله، من این صدقه را فقط برای رضای تو کردم. اگر همین صدقه من به درگاه تو قبول شده باشه، فلان حاجتی من روا بکن. بسیار وسیله خوبی است برای رفع مشکلات، برای اجابت دعا، برای برار کار، برای همه چیز صدقه کردن بهترین وسیله است برادرای عزیز، خصوصا در این ماه رمضان. برادرایی که ثروتمند هسته، صدقه‌ای که میکنه با مردم کمبغل صدقه بکنه. شما گرد اطراف خودتون نگاه کنه، در حد و محله که شما زندگی میکنه، شما همتون خوبتر میدونه که کی نیازمند هسته، کی مثال زنی بیوه هسته، قطیش 2 کودک 3 کودک یتیم داره، اینها را شما دستی کمک دراز بکنه. خلاصه این بایگری، این ثروتی که شما داره، این را غنیمت بدونه، چون که این دائمی نیسته. پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرماید که پیش از آن که شما کمبغل میشوی، بایگریتون غنیمت بدونه. و در حدیثی که بخاری آن را روایت میکنه، جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید که اتقوا النار ولو بشق تمرة. شما خود را از آتش دوزخ دور نگه بداره، اگرچه با صدقه کردن نیم پاره خرما باشه. روایت بخاری. برادرایی که ثروتمند هسته، ببینید که جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید که نیم پاره خرما میتونه که سبب نجات شما از آتش دوزخ شود. الله اکبر. برادرای عزیز، علما بزرگان میفرمایند که در ماه مبارک رمضان اگر میتوانه هر روز صدقه بکنی، اگرچه اندک باشه، چون که هر عملی که در ماه رمضان انجام می شود اجر و ثوابش دوچند است. پس خوب به یاد داشته باشه، صدقه را فراموش نکنی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.